همه شما مطالب و محتواهای زیادی رو در مورد مدیریت زمان خوندید و شنیدید. اینکه باید برنامه‌ریزی کنیم، یک چک لیست از کارها آماده بکنیم، برای هر کار زمان اختصاص بدیم و دونه بدونه پیش بریم. ولی واقعیت اینه که خیلی وقتها حتی با رعایت دقیق این نکات و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میدیم، حس پیشرفت واقعی رو نداریم و به اهدافمون هنوز نرسیدیم و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. علتش چیه؟ علتش اینه که معمولاً در این برنامه‌ریزی‌ها و اجرای اونها اشتباهات پنهانی داریم که خودمون هم ازشون بی‌خبریم و تبدیل به عادت‌های مخرب برای ما شدن. از برنامه‌ریزی غیرواقعی گرفته تا نداشتن کار عمیق و مدیریت ضعیف انرژی شخصی. این اشتباهات قطعاً میتونن تاثیرات منفی زیادی روی کیفیت کاراییمون داشته باشن. بنابراین در این ویدیو و سری ویدیوهای آینده می‌خوایم 4 تا اشتباه مهم رو شناسایی بکنیم و بررسی بکنیم که چه پیامدهایی دارن و چطور میتونیم با استفاده از راه‌حل‌های ساده و کاربردی جلوی این اشتباهات رو بگیریم و زمان رو بهتر مدیریت کرده و بهره وریمون رو افزایش بدیم. تا انتهای این سری ویدیوها با ما همراه باشید، چرا که اصلاح هر اشتباه میتونه شما رو روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها به اهدافتون نزدیکتر بکنه. اولین اشتباه رایج در مدیریت زمان، برنامه‌ریزی غیرواقعی و شلوغ. چند بار تا حالا این اتفاق براتون افتاده که اول روز یک برنامه دقیق و پر از کار رو برای اجرا می‌نویسید، ولی آخر شب می‌بینید با وجود تلاش زیاد فقط یکی دو تاش رو انجام دادید. بعدش هم کلی احساس گناه و استرس که چرا نتونستید به همه کارا برسید و کلی کار عقب افتاده دارید. شاید در برخورد اول خودتون رو مقصر بدونید، ولی احتمالاً مشکل از شما و توانایی شما نیست. مشکل از مدلیه که برای برنامه‌ریزی انتخاب کردید. بیاید این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. ببینید خیلی وقتا ما به دلیل اینکه می‌خوایم پیشرفت کنیم، با یک انگیزه بسیار بالایی میریم سراغ برنامه‌ریزی. یه لیست مفصل و متنوعی از کارها، پروژه‌ها و وظایف رو روی یک برگ کاغذ می‌نویسیم ساعت به ساعت و سعی می‌کنیم همه رو در این لیست بگنجونیم. توی این برنامه همه چی هست: کلاس‌هامون، پروژه‌هامون، زبان جدیدی که می‌خوایم یاد بگیریم، کتابی که باید بخونیم، سازی که می‌خوایم یاد بگیریم، حتی زمان باشگاه و ورزشمون. ولی یه چیزی مهمی از قلم میفته و اون چیزی نیست جز واقعیت زندگی ما، انرژی و زمان محدود ما، و به همین دلیل دچار اشتباه در برنامه‌ریزی میشیم و برنامه‌ریزی ما با شکست مواجه میشه. چند تا اشتباه رایج رو معمولا در این جور برنامه‌ها تکرار میکنیم. اولین اشتباه اینه که کارها رو بیش از حد فشرده می‌کنیم. یعنی مثلا تو یک بازه زمانی 3 ساعته می‌خوایم 3 تا کار سنگین رو انجام بدیم، در حالی که هر کدومش به تنهایی ممکنه 2 ساعت وقت بخواد و در مجموع 6 ساعت زمان لازم داشته باشه. این اشتباه چند تا پیامد داره و مهمترینش اینه که ما چون می‌خوایم به همه کارا برسیم، دچار استرس میشیم و این باعث میشه نتونیم روی یک کار به صورت عمیق تمرکز بکنیم و باعث میشه در نهایت کارها رو با کیفیت بالا انجام ندیم. اگر هم بخوایم یک کار رو با کیفیت بالا انجام بدیم، نیاز به زمان کافی و زیاد داریم که بقیه برنامه ما رو به هم می‌ریزه. دومین اشتباه رایج در برنامه‌ریزی اینه که هیچ وقتی رو برای استراحت یا انعطاف در نظر نمی‌گیریم. برنامه‌مون پشت سر همه، انگار که یک ربات هستیم که بدون وقفه قرار کار بکنه. ولی واقعیت اینه که ذهن ما بعد از یک بازه زمانی کار سنگین و تمرکز زیاد نیاز به استراحت داره و بایستی بهش توجه بکنیم. سومین اشتباه رایج اینه که هیچ زمانی رو برای اتفاقات غیرمنتظره پیش بینی نمی‌کنیم. یه تماس، یه پیام، یه سوال همکلاسی از ما، یه بحث کوتاه در محل کار یا خونه، همینا کافیه تا برنامه‌ریزی فشرده ما به هم بریزه. چرا که این اتفاقات معمولا غیر قابل پیش بینی اند و ممکنه هر آن به وجود بیان، مگر اینکه ما خودمون رو به طور خودخواهانه از این تماس‌ها، پیام‌ها و بحث‌های غیر منتظره دور بکنیم. اما همیشه وضعیت پیرامون ما اینطوری نیست و هر اتفاق غیر منتظری ممکنه رخ بده. حتی در دل انجام کاری که عمیقاً روی اون تمرکز کردیم، مشکلات جزئی از جمله عدم تامین به موقع سرمایه، عدم هماهنگی تیم‌های طراح و سازنده و عوامل دیگه خودشون رو حین کار نمایان میکنن و موجب طولانی شدن انجام اون پروژه میشن. به طور مثال، پروژه خانه اپرای سیدنی که قرار بود با سرمایه‌گذاری 7 میلیون یورو و در عرض 3 سال تموم بشه، به مدت 14 سال طول کشید و با هزینه حدود 100 میلیون یورو تکمیل شد. یا پروژه فرودگاه بین‌المللی برلین پس از 29 سال از زمان برنامه‌ریزی و پس از 14 سال پس از شروع ساخت به اتمام رسید. اینا نمونه‌هایی هستند از این که اتفاقات غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی موجب تأخیر در تکمیل پروژه شدن. بنابراین رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره بخشی از فرآیند پروژه باید در نظر گرفته بشه. اشتباه ما اینه که فکر می‌کنیم قرار همه چیز طبق برنامه پیش بره، ولی در واقعیت پیش نمیره.
و چهارمین اشتباه اینه که به همه کارها یک وزن میدیم. یعنی کار ساده و مهم رو در یک سطح قرار میدیم. مثلا پروژه پایان ترم رو با خوندن یک مقاله کوتاه هم وزن حساب میکنیم. یا مثلا کارهای بازاریابی کسب و کار رو با امور اداری و حسابداری در یک سطح قرار میدیم. در حالی که بازاریابی میتونه به عنوان اهرم کسب و کار عمل بکنه و کلی برای ما مشتری جدید بیاره. بنابراین همسط قرار دادن کارهای کم اهمیت و پر اهمیت باعث میشن تمرکز ما بین اونها پخش بشه و ندونیم از کجا باید شروع بکنیم یا ندونیم برای کدوم کار باید زمان بیشتری بذاریم. آخرش هم چند تا کار بی اهمیت رو انجام میدیم و اصل کاریا میمونن. اینا 4 تا اشتباه رایج در برنامه‌ریزی ان که باعث میشن اجرای کارها با شکست مواجه بشن. حالا ممکنه بپرسید خب وقتی میدونیم این نوع برنامه‌ریزی جواب نمیده چرا باز هم همون رو تکرار میکنیم؟ چرا هی برنامه سنگین میچینیم بعدش از انجام ندادنش ناراحت میشیم ولی فرداش دوباره یک برنامه سنگین‌تر مینویسیم؟ اولین دلیل مهمش کمال‌گراییه. ما دوست داریم کامل و بی‌نقص باشیم. حس خوبی میده وقتی روی کاغذ می‌نویسیم فردا همه چیز رو انجام میدم. اون برنامه شلوغ یه جور توهم کنترل بهمون میده. انگار که اگر کامل‌تر بنویسیم حتما کامل هم انجام خواهیمش داد. ولی واقعیت اینه که یک برنامه ایدئال لزوما برنامه قابل اجرا نیست. دومین دلیل فشار اجتماعی یا محیطیه. گاهی نه از روی نیاز خودمون بلکه از روی رقابت یا نگاه دیگران برنامه‌ریزی می‌کنیم. مثلا چون بقیه دارن زیاد میخونن یا چون زیاد دارن کار میکنن ما هم میخوایم نشون بدیم که از قافله عقب نیستیم و حس میکنیم باید مدام پرکار باشیم حتی اگر اون کارا موجب پیشرفت واقعی ما نشن. سومین دلیل نداشتن درک درست از توانایی‌های خودمونه. خیلی وقتا ما خودمون رو دسته بالا میگیریم. فکر میکنیم امروز میتونیم 8 ساعت مطالعه بکنیم یا میتونیم 12 ساعت مدام کار بکنیم در حالی که قبلا 2 ساعت هم برامون سخت بود. یا می‌خوایم 1.5 ساعت روی یک پروژه متمرکز باشیم در حالی که حتی تمرکز نیم ساعته تا قبل از اون هم برای ما سخت بود. یا نمی‌دونیم کی خسته میشیم و انرژیمون ته می‌کشه یا چه زمان‌های انرژی بالایی داریم. این نداشتن شناخت باعث میشه یک برنامه غیر واقعی بچینیم و انجام کارهای پر اهمیت رو برای زمان‌هایی برنامه‌ریزی بکنیم که انرژی بالایی نداریم چون بر اساس واقعیت درونیمون نیست. پس ریشه اشتباه ما همیشه در تنبلی در اجرای برنامه نیست بلکه یک برنامه غیر واقعی که ناشی از انگیزه زیاد، کمالگرایی و شناخت کم ریخته میشه موجب کاهش بهره‌وری ما میشه. خب حالا بریم سراغ راه‌حل‌های واقعی و کاربردی. اولین و مهمترین راهکار اینه که اصل پرتو و ضرورتگرایی رو جدی بگیرید. اصل پرتو میگه 80% نتیجه ها معمولاً از 20% از کارها میان. یعنی همیشه همه کارا به یک اندازه مهم نیستن. شما لازم نیست 10 تا کار رو انجام بدید تا پیشرفت کنید. فقط 2 تا کار درست رو از لیست اولیه کاراتون بردارید که واقعا شما رو جلو میندازن و روی همون 2 کار تمرکز و زمان بیشتری بذارید. یا لازم نیست حتما 5 تا هدف مختلف در زندگی داشته باشید و بخواید به همه اونا برسید. چون برای رسیدن به هر کدوم از اینا زمان و انرژی زیادی لازمه. در ویدیو بعدی به طور کامل به ضرورتگرایی خواهم پرداخت و خواهم گفت که چطور میتونیم یک آدم ضرورتگرایی باشیم. دومین راه حل اینه که نسبت به توانایی‌ها و محدودیت‌هاتون واقع بین باشید. اگر امروز فقط 2 ساعت وقت مفید دارید، بر اساس همون برنامه بریزید. نه بر اساس اینکه کارهای ناتمام زیادی دارید و بخواید فشرده برنامه‌ریزی بکنید. یا اگر کاری که میخواید انجام بدید کار مهمی هست و نیاز به تمرکز بالایی داره، بهتره برای این کار بازی زمانی طولانی در نظر بگیرید و در زمانهای انجام بدید که انرژی بالایی دارید. به طور مثال اول صبح زمانی که هنوز سیل تماس‌ها و پیام‌ها سمتتون نیامده، بهترین زمان برای انجام کارهای مهم و زمانبر هستند. راهکار سوم استفاده از قانون پارکینسون و قانون هافستاتره. قانون پارکینسون میگه هر کاری تا هر زمانی که براش در نظر بگیری همونقدر طول میکشه. یعنی اگر برای کار ساده 3 ساعت در نظر بگیرید، احتمال زیاد هم 3 ساعت طول خواهد کشید. یعنی متناسب با اون تایم تلاش خواهی کرد. اگر زمان زیادی در نظر بگیری، احتمالاً تلاش کمتری خواهی کرد و بالعکس. اما محدود کردن بیش از حد زمان و فشرده کردن کارها هم همونطور که گفتیم استرس بیش از حد ایجاد میکنه و به ضرر ماست و باعث میشه نتونیم کار رو با کیفیت بالا انجام بدیم. پس زمانبندی هاتون رو هدفمند و متناسب با توانایی هاتون بچینید. در کنار این قانون یک قانون دیگه هم داریم به نام قانون هافستاتر. قانون هافستاتر میگه همیشه هر کاری
بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید طول میکشه، حتی اگر اون رو هم در نظر گرفته باشید و پیش بینی کرده باشید. یعنی اتفاقات غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی در انجام پروژه قطعاً به وجود میان که زمان انجام پروژه رو از 20 الی 100% زیاد میکنن. پس همیشه یک حاشیه زمانی در برنامه‌ریزیاتون در نظر داشته باشید. و آخرین راهکار انعطاف پذیر بودن برنامه و گذاشتن زمانهای خالی و استراحت. همه ما انسانیم، نه ماشین و نه ربات. نباید انتظار داشته باشیم که بی‌وقفه بتونیم کار بکنیم. اگر قرار کارها رو با کیفیت بالا انجام بدیم، باید در طول روز، در پایان روزهای کاری و مخصوصاً در پایان هفته، فضایی رو برای استراحت، تنفس، تجدید قوا و حتی فکر کردن به تصمیم‌های بزرگتر در نظر بگیریم. این زمانهای خالی فقط برای استراحت جسمی نیست، برای بازیابی ذهنی و ارزیابی دوباره مسیر هم هست. گاهی توی همین لحظه‌های بی برنامه و بدون فشار و در لحظه‌ای که داریم استراحت می‌کنیم، ایده‌های مهم به ذهن میرسن یا متوجه میشیم کاری که داریم انجام میدیم واقعاً همراستا با اهدافمون نیست. بنابراین عملکرد و بهره‌وری بالا توی بلند مدت فقط با برنامه ممکنه که جا برای تنفس و استراحت هم داشته باشه. در انتهای این ویدیو بخوام جمع‌بندی بکنم، یک برنامه‌ریزی خوب یعنی انتخاب کارهای مهمتر، شناخت ظرفیت و توانایی‌های خودتون، زمانبندی واقع گرایانه و دادن فضای تنفس و استراحت. یا در یک کلام، برنامه‌ریزی خوب برنامه‌ای نیست که پر از کار باشه، برنامه‌ای که قابل اجرا باشه. چیزی که واقع بینانه باشه، متناسب با توان شما باشه و کمک کنه حس پیشرفت واقعی رو تجربه بکنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود و حس می‌کنید دید تازه نسبت به مدیریت زمان پیدا کردید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، چون قرار اینجا عمیق‌تر، منظم‌تر و کاربردی‌تر درباره بهره‌وری، مدیریت زمان و رشد فردی صحبت بکنیم. هر هفته ویدیوهای جدیدی داریم که میتونه در مسیر زندگی و شغلیتون به کارتون بیاد. لایک و کامنت فراموش نشه، چون کمک میکنه هم من مسیر رو بهتر بشناسم، هم یوتیوب این محتوا رو به آدم‌های بیشتری نشون بده. مرسی که تا اینجا همراه بودید.